روزی یکی از آشنایان سقراط او را دید و به او نزدیک شد و گفت: میدانی الان درباره دوستت چه شنیدم؟ سقراط پاسخ داد: یک لحظه صبر کن. قبل از این که چیزی بگویی میخواهم یک آزمون کوچک از تو بگیرم. این آزمون 3 فیلتر نام دارد. اولین فیلتر حقیقت است. آیا مطمئنی چیزی که میخواهی بگویی حقیقت دارد؟ مرد گفت: نه، راستش را بخواهی فقط آن را شنیدم و مطمئن نیستم. سقراط گفت: خیلی خوب، پس تو نمیدانی که آنچه که میخواهی بگویی حقیقت دارد یا نه. حالا اجازه بده دومین فیلتر را امتحان کنیم. فیلتر خوبی. آیا چیزی که درباره دوستم میخواهی بگویی خوب است؟ مرد گفت: نه، برعکس، چیز بدی است. سقراط گفت: پس میخواهی چیز بدی بگویی در حالی که نمیدانی حقیقت دارد یا نه. خب شاید فیلتر آخر را بتوانی بگذرانی. فیلتر سودمندی. آیا آن چیزی که درباره دوستم میخواهی بگویی برای من مفید است؟ مرد گفت: نه، واقعا مفید نیست. سپس سقراط نتیجه گیری کرد و گفت: اگر آنچه را که میخواهی بگویی که راست نیست، خوب نیست و فایده ای هم ندارد، اصلا چرا باید بگویی؟ این گفتنهای بدون فکر برای زندگی اکثر ماها نیز اتفاق میفته. به محض دیدن و شنیدن یک خبر یا پیام سریعا اون رو قضاوت میکنیم و پخشش میکنیم و بدون این که حرف طرفهای دیگر رو هم شنیده باشیم ماجرا رو با رأی خودمون تحلیل و تفسیر میکنیم. این داستان نشون میده که قبل از بیان هر چیزی باید مطمئن بشیم اون چه که میخوایم بگیم حقیقت داره، خوبه و مفیده. این اصول میتونن به ما کمک کنن تا از پخش شایعات و اطلاعات نادرست جلوگیری کنیم و به ارتباطات سالمتر و مؤثرتری دست یابیم. التماس دعا.